میدونستی 2 خط نامرئی هست تو اقتصاد که همه چی رو کنترل میکنه؟ قیمت یه پراید تا پنتهاوس تا حقوقت، همه چی. ولی اونا چی هن؟ سلام، من سحرم و با یه قسمت دیگه از سخت رو تخت میخوایم اقتصاد رو به زبون ساده و با پیژامه یاد بگیریم. بهت همون اول گفتم که تو فصل اول میخوایم کلا مفاهیم اقتصادی رو یاد بگیریم. درباره این یعنی یاد بگیریم که خود اقتصاد چیه، عرضه چیه، تقاضا چیه، تورم چیه، حباب چیه، همه این کلمه‌های سختی که استفاده میکنن ببینیم واقعا چیه و درکشون کنیم. اگه اینو یاد نگیریم بعداً نمیتونیم یک سری چیزهای پیچیده تر رو یاد بگیریم یا نمیتونیم بفهمیم که آقا حالا ما باید با زندگیمون چیکار بکنیم، چون اون مفهوم اولیه هر درک نکردی. پس در جریانی که توی این چند قسمت داریم مفاهیم پایه‌ای رو فعلا یاد میگیریم، چون دیدم یه سری‌ها توی کامنت‌های سوالای پرسیده بودید که خیلی برای بد بود. خانمم اجازه بده میرسیم. خب با این تفاصیل تو قسمت اول فهمیدیم که کلا اقتصاد چیه و یه کوچولو با حواشیش آشنا شدیم. تو قسمت دوم بیشتر درباره تورم صحبت کردیم که البته بازم خیلی باش کار داریم. و این قسمت میخوایم درباره 2 مفهومی صحبت بکنیم که روی همه چیز اثر دارن. اینکه حقوق تو چقدر باشه، اینکه قیمت کالایی چقدره، چقدر باید ارزون‌تر شه، چقدر گرون‌تر شه، اصلا اون قیمتی که منصفانه است چه قیمتیه، چیا باید حراج بخوره، چیا باید بیشتر تولید یا وارد بشه و حتی رو دامن کوتاه زنها. این 2 مفهومن که تاثیر دارن و کنترلشون میکنن و اون 2 چیزی نیستن جز عرضه و تقاضا. عرضه و تقاضا رو خیلی شنیدیم، ولی یه بار برای همیشه میخوایم یاد بگیریم که واقعا چیان و چجوریه که اینا کار میکنن و قیمت یه چیزی رو در میارن. یه سوالی هم یکی تو کامنت ها پرسیده بود، درباره این بود که چرا میگن دولت ها نباید تو اقتصاد دخالت کنن. جواب اونم تو این ویدیو میگیری. بشین همینجا تا بهت بگم. همیشه فهمیدن نمودار برای آدمای کوچولو سخته. الان بهت یاد میدم که چقدر آسون میتونی یه نمودار درک بکنی. برای اینکه بفهمی عرضه و تقاضا چجوری کار میکنن، باید نمودارشون رو بلد باشی. این نمودار حالا تو حالتهای مختلف شکل‌های متفاوتی میگیره که تو اگه این پایه رو درک کنی اونم میفهمی. ما یک محوری داریم که خب مشخصه دیگه، نمودار این شکلیه. این خط عمودی خط قیمته، یعنی قیمت ها رو این محور میزنیم. این خط افقی، میدونستید من تا همین چند سال پیش افقی و عمودی رو خیلی با هم اشتباه میگرفتم؟ آره، این خط افقی خطیه که روش مقدار تولید، مقدار عرضه، مقدار فروش، مقدار رو میزنیم. پس این محور قیمت، این محور مقدار. اوکی. خطی که مربوط به تقاضاه اسمش رو میذاریم دی، منحنی دی. حالا اگه یادت میخوای بمونه که تقاضا رو با عرضه قاطی نکنی، تقاضا یعنی اون چیزی که دلم میخواد، دی. اون چیزی که دلت میخواد داشته باشی، تقاضاشو داری، دی. اوکی؟ پس منحنی تقاضا که این شکلیه، منحنی دی. و منحنی دیگه ای داریم به اسم عرضه. منحنی عرضه رو اسمشو میذاریم اس. اس از کجا میاد؟ عرضه است. یه کسی یه چیزی رو به تو عرضه میکنه، چیکار میکنه؟ سود میکنه. یه چیزی رو به تو میفروشه، سود میکنه. اس. اینو نشونه بذار که قاطی نکنی. منحنی عرضه هر جا دیدی اس، منحنی تقاضا هم هر جا دیدی دیه. اوکی، حالا اینکه چرا این منحنی این شکلیه، چرا اون این شکلی رو، بریم جلو تا ببینیم. خب آقا، ساده، شفاف، پوسکنده، بگو تقاضا چیه؟ تقاضا همون جوری که از اسمش معلومه، یعنی میلی که آدما به خرید یک کالا یا خدمت دارن. اما یه نکته مهم داره بچه‌ها که خیلی در نظر نمیگیرن، این که فقط میل به خرید کافی نیست. میل در کنار توان خرید معنا پیدا میکنه. یعنی تقاضا مقدار مشخصی از کالا یا خدمته که خریدار مایله و میتونه توی اون قیمت مشخص بخره. مثلا من مایلم کلا موز بخرم، خب موزو حاضرم 1 عددشو در مقابل چه مبلغی بخرم؟ مثلا یه دونه موزو به من بدن 1 میلیارد که نمیخرم. میفهمی چی میگم؟ من همچنان میل به خریدشو دارم، اما وقتی بهم بگی 1 دونه موزو بهت میدم 1 میلیارد تومان، خب نمیتونم که اصلا بخرم. پس مقدار کالا یا خدمتی که خریداران حاضرند و میتوانند در قیمت مشخصی بخرن میشه تقاضا. اتفاقی که الان میفته همینه. تو الان تورم رو دیگه درک میکنی. مردم خیلیاشون مایلن خونه بخرن، خیلیاشون میل دارن خونه بخرن،
اما نمیتونند بخرن و همین نتوانستن باعث شده که تقاضا بیاد پایین، بازار مسکن این شکلی بره تو رکود. حالا چرا اینقدر این جزئیات تاکید دارم که این مفهوم رو بفهمی؟ چون کسی نمیتونه بعداً گولت بزنه، کسی نمیتونه برات بازی در بیاره. تو میفهمی دلیل اینکه الان بازار ملک مثلا رکوده اینه که عرضه بیشتر از تقاضاست. اما به این معنی نیست مردم همه خونه دار شدن، کسی میل نداره خونه بخره. نه، مردم نمیتونن خونه بخرن، تقاضا هست ولی نمیتونن با اون قیمت. امروز سوال اول، چرا منحنی تقاضا این شکلیه؟ خب گفتیم این قیمت دیگه، اینم تعداد مقداره. قیمت وقتی رو بالاترین حده، مثلا قیمت یک چیزی 1 میلیارده، خب آدم‌های کمتری حاضرن اون چیز رو بخرن. متوجه شدی؟ تعداد اینجا میشه 1. وقتی که قیمت یکم بیاد پایین‌تر، آدم‌های بیشتری حاضرن این رو بخرن. همین شکلی هر چقدر که قیمت بیاد پایین‌تر، تعداد تقاضا، مقدار تقاضا میره بالاتر. پس این منحنی نزولیه. هرچی قیمت بیشتره، تقاضا کمتره و هرچی که قیمت کمتره، تقاضا بیشتره. این از این. ساده، خیلیاتون هم بلد بودید، اما خب توی مفاهیم اقتصادی خوبه که توی این ویدیو باشه. بریم سراغ قسمت دوم، عرضه منحنی S. این دقیقاً برعکس اونه. مقدار کالا یا خدمتی که اون تولید کننده و فروشنده حاضره تو یه قیمت مشخصی بفروشه و میتونه بفروشه. هم باز از 2 تا چیز تشکیل میشه: میل به فروختن، یعنی دوست داره بفروشه، و توان فروش. یه وقتی هست که بازار از فروشنده یا تولید کننده یه قیمتی میخواد که اصلا خب واسه اون نمیصرفه، nemiتونه تو اون قیمت بفروشه، شکلی که این هزینه تولید هم در نمیاره. و این یکی از دلایلیه. ببین هر چی میریم جلوتر، اقتصاد یه پازله، دلیل و معنی خیلی چیزا رو درک میکنیم. یکی از دلایلی که تولید تو ایران رونق نداره الان، ما محصولات ایرانی خیلی با کیفیت کم داریم، نمیگم نداریم، کم داریم و تولید نیست به اندازه پولی که چاپ میشه، همینه. چون تولید کننده براش صرف نداره بره اون همه پولشو بذاره تو تولید، اجاره بده، سربار ساخت بده، حقوق بده، بیمه بده، مواد اولیه بده، همه این کارا رو انجام بده، بیا هزینه مارکتینگ بده، محصولشو برسونه تو بازار. بعد برای توی خریدار خب نمیصرفه. اون قیمتی که برام تموم شده تو حاضر نیستی پول بدی بخری. حاضر نیستی که نمیتونی. میشه که انگیزه تولید از تولید کننده گرفته میشه و تولید کننده این شکلیه که همین پولو برم مثلا طلا بخرم بذارم، این بیشتر داره من کار میکنه. یا این پولو اگه برم بذارم تو بانک و روی اون سود بگیرم، این بیشتر خب داره به من سود میده. این خیلی نکته مهمیه که بدونی. نقطه مرگ اقتصادی اونجاییه که تولید کننده هاش و عرضه کننده هاش ببینن پولی که تو تولید میذارن، اون سودی که بهشون برمیگرده خیلی کمتره از وقتی که اون پولو بذارن تو بانک و بهره بگیرن. این افتضاحه. همه تو چنین اقتصادی میل به این دارن که تولید نکنن، برن پولشون رو بزنن تو بانک و سود بگیرن بی زحمت. اما در نهایت چه اتفاقی میفته؟ همون اتفاقی که تو قسمت قبل فهمیدی دلیل تورمه. پولی وجود داره که هیچ پشتوانه‌ای وجود نداره. پولی وجود داره که هیچ تولیدی براش داره اتفاق نمیفته. یه پول الکی داره هی تو بازار میچرخه، هی وام، بهره و هیچ چیزی در مقابلش رشد نمیکنه. تعداد کالا، تعداد خودرو، تعداد خدمت اضافه نشده ولی پول زیاد شده. پس به ازای هر خدمت یا هر کالا ما باید حالا پول بیشتری بدیم که بتونیم اون رو بخریم. متوجه میشی؟ حالا دیگه خیلی ساده است که چرا منحنی عرضه این شکلیه. هرچی قیمت پایین تره، خب عرضه کنندم میل کمتری داره که اون چیزو عرضه بکنه. حالا همیشه هم تو مثلا تولید کارخونه و اینا نیست، خیلی وقتا فکر کن کشاورز، مثلا اگه توت فرنگی کیلوی 1000 تومان باشه، کشاورز میگه سطح زیر کشت توت فرنگی رو کمتر کنم، میگه قیمتی نداره. ولی وقتی قیمت مثلا بشه 200,000 تومان، کشاورز میگه بیام بیشتر توت فرنگی تولید کنم و بفروشم، میل به ارزش میره بالاتر. پس دقیقاً منحنی عرضه مخالف تقاضا و برعکسشه. هرچی قیمت بیشتر، میل عرضه کننده و تولید کننده هم به عرضه بیشتر. حالا یه چیز خیلی جالب این وسط داریم. توی یک بازار سالم و آزاد
تو اگر هیچ کاری با عرضه و هیچ کاری با تقاضا نداشته باشی، یعنی هر عرضه کننده‌ای پاشه بیاد هر قیمتی دلش میخواد اصلا یه چیزی رو بفروشه، ما نرخ مصوب نداشته باشیم، تو هر چی دوست داشتی بفروش، اوکی. و اون افراد مصرف کننده هم با توجه به توان خودشون هر چقدر که دوست داشتن و تو هر مبلغی که میتونستن بیان خرید بکنن، این دوتا خط یک جایی همو قطع میکنن و اون وسط، اون نقطه‌ای که همو قطع میکنن میشه نقطه تعادل. اونجا میشه اون نقطه‌ای که قیمت یک کالا تو بازار در میاد. آقا تو عرضه کننده ای، هر قیمتی دلت میخواد میتونی شیر رو بفروشی، بیا بفروش ببینم کی ازت میخره. مردم تو یه بازه حاضرن بیان شیر رو ازت بخرن. خب این عرضه و این تقاضا همدیگه رو تو یک نقطه قطع میکنن، اون قیمت میشه قیمت تعادلی که بهترین نوعی هستش که یک بازار میتونه کار بکنه. نه برای همه کالاها، برای خیلی از کالاها این جواب میده. البته یک چیزی هست که باید بدونید، اینکه بازار آزاد خوبه یا یه کوچولو دولت دخالت کنه خوبه یا اینکه توی چیا دخالت کنه توی چیا دخالت نکنه خوبه، میشه نظریه‌های مختلف اقتصاد. خب که اینو تو فصل آخر با هم دیگه میخونیم، خیلی جالبه. ولی فعلا بدونین که بهترین نوعی که بازار تو خیلی از محصولات میتونه کار بکنه اینه که به اون نقطه تعادلی گوش بدی و تو نیای دخالت کنی، بگی من یک نرخ مصوب میذارم. مثلا برای چی؟ برای ماشین. بیا بگی من برای ماشین یک نرخ مصوب میذارم، من دخالت میکنم تو این بازار. این نرخی که من میگم باید کارخونه بده. نتیجه چی میشه؟ همه دیدین اون نرخی که تو کارخونه است، یه عده میرن که حالا یا رانت دارن یا سهمیه خاصی دارن یا منابع مالی بیشتر برخوردارن، اونا میرن ثبت نام میکنن، با اون نرخ مصوب میگیرن، همونو میارن تو بازار به چند برابر قیمت میفروشن. خب اینه سیستم، یعنی این اوکیه. کسی که سوال پرسیده بودی چرا دولت‌ها نباید توی اقتصاد دخالت کنن، دلیلش اینه چون گند میزنن به قیمت تعادلی، گند میزنن به اون تعادلی که باید تو بازار و بین همه مصرف کننده ها و همه عرضه کننده ها به صورت، این علامت خیلی جالبی نیست ولی خب اون تعادلی که باید به وجود بیاد و خود بازار و اقتصاد بلده مثل اله کلنگ ایجادش کنه، اینا میان گند میزنن تو این قضیه و رانت به وجود میاد، نمیدونم سهمیه ها به وجود میاد، بازار سیاه به وجود میاد، در نهایت هم تورم. حالا اون اولی که گفتم دامن کوتاه، این برمیگرده به فکت تاریخی. یک آقایی به اسم جورج تیلور توی 1960 یک نظریه ای رو در خصوص بازار سهام مطرح میکنه. میگه که هرچی دامنا کوتاه‌تر باشه بازار سهام صعودی تره. هر چه ربطی داره؟ اون یه منطق اقتصادی پشت این قضیه داشت. میگفتش که وقتی بازار سهام خوب باشه، اقتصاد یعنی خوب داشته باشه، بگرده، آزادی و سطح خوشحالی و شادی توی جامعه میره بالاتر و مردم روی میارن به مد و نمیدونم استایل کردن متفاوت و انگیزه دارن واسه این کارا. و برعکس هر چقدر که بازار سهام خراب باشه مردم افسرده تر و ناراحت ترن، مد دیگه معنایی آنچنان نداره، لوکس بودن معنایی نداره و آدما رو میارن به دامنای بلند و یه استعاره‌ای بوده و در واقع می‌خواستن نشون بده که چجوری روی محافظه‌کاری مردم تاثیر میذاره وضعیت اقتصاد و بازار سهام و اینها و عرضه و تقاضا چجوری رو همه چیز تاثیر داره، حتی رو اینکه خانم شما دامن کوتاه بپوشه یا بلند. نظریه جالبیه ولی به نظر خود من برای اقتصاد ما لااقل کار نمی‌کنه و ما تحت تاثیر اثر رژ لبیم. اگر پادکست رو قبلا گوش داده باشید من توضیح دادم که این چیه. اگه کسی میدونه تو کامنت ها بگه، اگر نه که خودم جلسه بعد تعریف کنم، اونم با مزه است. احساس می‌کنم جلسه امروز یک کم سرتو درد آورد به خاطر اینکه نمودار داشت و خب نمودار هر جا میاد یک کم خشکی همراهشه. اما امیدوارم یه بار برای همیشه متوجه شده باشی که عرضه چیه، تقاضا چیه، نمودارش رو هر جا دیدی به راحتی بتونی متوجه بشی، چون این پایه خوندن خیلی از نموداراست. یعنی خودش رو شاید اینجوری ساده جایی نبینی، اما این مفهومو که بدونی خیلی از کندلا و نمودارا رو میتونی درک بکنی. حالا کسی که باهوش باشه تا اینجا ذهنش درگیر یک چیزی شده، اینکه چرا مردم پس حاضرن خیلی از محصولات رو با هر قیمتی که شده بخرن. این پس قضیهش چیه؟ چرا این قانونی که میگی در مورد بعضی چیزا کار میکنه در مورد بعضی چیزا کار نمیکنه؟ تو اقتصاد این هم تعریف داره و بهش میگیم کشش عرضه یا کشش تقاضا.
این خیلی چیز مهمیه، مخصوصا برای کسایی که قصد دارن یک بیزینسی بزنن، قصد دارن یه محصولی تولید کنن، یه خدمتی عرضه کنن. خیلی مهمه که کشش بازار رو بشناسن و این اون چیزیه که در ویدیو بعدی به تو یاد خواهم داد. خیلی خوشحال شدم که یک هفته دیگه هم با هم بودیم و یه مفهومی رو یاد گرفتیم. کامنت های تو بی نهایت منو خوشحال میکنه، بدون شعار، بدون این حرفایی که بیاید منو سابسکرایب کنید و کامنت بذارید و لایک کنید و فلان. نه، بدون اینا البته که بکنین کاروها، ولی منظورم اینه که همین که متوجه میشم یه نفر میبینه، به دردش میخوره و حسشو به من میگه، نمیدونی چقدر انگیزه میده واسه ادامه. یه سوالی هم ازت دارم، اگر جواب بدی خیلی باهوشی. این که به نظر تو گرونی با تورم فرق میکنه یا یه چیزه؟ اگه فرق داره فرقش چیه؟ اگه یه چیزه چرا؟ ببینم چی میگی. هفته دیگه میبوستمت. مراقب خودت و پولات باش.